گفت یه مهندس رو از یک کشور اروپایی مسیحی مسلک بود، آوردیمش ایران، مشهد، حرم امام رضا برای تهویه‌های حرم مطهر. صحن‌ها رو با اش قدم می‌زدیم تا رسیدیم به اون صحنی که پنجره فولادی و سقاخونه توشه. به مترجم گفت اینجا کجاست؟ مترجم بهش گفت اینجا پنجره فولاد امام رضاست. این آقا امام هشتم ما شیعیان هستن. ما اعتقاد داریم اگه مریض داشته باشیم، اگه کارمون گیر کنه، اگه مردم جوابمون کنن، اگه دستمون به جایی نرسه، به امیدی پشت این پنجره دخیل میبندیم که نگاه این حضرت دلمون گرد. میگه دیدم مهندس به سمت پنجره فولاد داره. نزدیک پنجره فولاد شد و دیدم کراواتش رو از لای کتش در آورد و حلقه زد و گره زد یکی از حلقه‌های پنجره فولاد. چند لحظه پشت پنجره فولاد بود و کراواتش رو باز کرد و مسیر رو شروع کردیم به ادامه دادن و رفتن. صحنه‌ها رو می‌گذروندیم که دیدم موبایل مهندس زنگ زد. اما وقتی کنار گوشش گرفت دیدم انگار تو سینه‌اش دارن نقاره خونه میزنن و چشاش پر اشک شد و دست پاش میلرزه و دیگه طاقت راه رفتن نداره. شیری که بچه گفتم چی آقا؟ چه اتفاق بدی افتاده؟ چرا اینقدر به هم ریختی؟ گفت نه، شما من گفتی اگه گرفتار باشی و درد داشته باشی و حاجت داشته باشی و مریض داشته باشی اینجا دخیل میبندین به امید نگاه این حضرت، درسته؟ گفتم بله. گفت یه دختر فلج داشتم توی خونمون تو کشور خودم. گفتم دو حالت بیشتر نداره، یا تو دروغ میگی و من ضرر نکردم، یا درست میگی و برد. خانوممه. میگه کجا هستی؟ گفتم برای کار اومدم ایران. میدونی که؟ میگه نه، کجای ایران هستی؟ گفتم یه شهری اینا بهش میگن مشهد. کجای مشهد؟ یه حرمیه مال یه قدیسه است به نام امام رضا. گفت چند دقیقه پیش در خونمون رو در دادن. در که باز کردم دیدم یه آقای پشت داره. گفتم بفرمایید. گفت رضا هستم، همسرتون منو فرستاده، اومدم دخترتون رو ببینم. آی مرد، اگه ازش خیلی دور نشدی و دسترسی بهش داری ازش تشکر کن، بگو دخترمون داره رو پاهای خودش راه.